درود و سلام بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت و همدیاران ارجمند. این بار ما برنامه را با یک پیام بسیار هم خوش آغاز کردنی هستیم. این پیام فرحبخش که برای همه هممیلتان و همدیاران ما و اهل تاجیکستان واقعا هم شادی آفرین است. این است که خورشید ابراهیم زاده هنرپیشه شایسته تاجیکستان در فوروم دوم بین المللی مقام که در جمهوری ازبکستان برگزار گردید صاحب جای اول گردیدند و با جایزه و یک جهان احترام و آبرو به نام ملت تاجیک به وطن برگشتند. همانا که به دوشنبه آمدند ما اون کس رو به استودیوی روزنامه جمهوریت دعوت کردیم و می‌خواهیم با ایشان صحبتی داشته باشیم. نخست شما رو همایون باد میگوییم با این دستاوردی واقعا هم سزاوار که شما تنها برای آبروی تاجیکستان، برای احترام افزودن احترام به نام این ملت واقعا هم خدمت سزاوار کردید که ما از شما سپاسگزار هستیم. بیایید چطوری که در مردم هم این گپ بسیار هم معمول است، میگن سخن از زبان لقمان خوش است. شما خودتون جزئیات این فوروم، اهمیت فوروم و برای کدام هنرنمایی شما این جایزه رو برای شما دادند خودتون نقل کنید برای بینندگان ما. مرحمت. تشکر. اولا سلام عرض میکنم به تمام تماشاگران و مخلصان و اخلاصمندان این روزنامه بسیار با نفوذ و صاحب احترام جمهوریت. و چقدر که شما قید کردید ما از سنه 26 ایون تا 30 ایون سال جاری در دومین فستیوال آزمون بین المللی مقام فوروم مقام در شهر زامین ولایت جیزخ جمهوری ازبکستان قرار داشتیم. در این آزمون از 16 دولت‌های دنیا زیاده از 90 نفر اشتراکچی هنرنمایی کردند، نزد هیئت حکمان، نزد اعضای حکمان و نزد تماشابینی سه شمار. و به ما نیز میسر شد که در این آزمون خود را نامنویس کردیم و پذیرایی کردن. در این آزمون هنرنمایی کردیم چون طلبات و نظامنمای آزمون همچنان بود که هر یک اشتراکچی، هر یک هنرمند میتواند دوام 30 دقیقه هنر استعداد خود را توسط سلسله اثرهای 6 مقام منظور تماشابین و هیئت حکمان گرداند. و ما انتخاب کردیم یکی از سلسله اثرهای نو، کارکردهای نو که بعد ختم اکادمی با این سر و کار داشته بودیم با نام سلسله صوت عشاق از مقام راست، تلقینچه صوت عشاق با متن سیدا، روح صوت عشاق با متن تورا، ساپنامه صوت عشاق با متن خواجه حافظ اجرا کردیم. و در برابر این یک سرود دیگر با نام اوفر شکسته نوا از مقام نوا با متن فانی و یک سرود بسیار معروف و معمول و مشهوری استاد زنده‌یاد صادرخان حافظ خوجندی با نام عشاق صادرخان با متن جامی اجرا کردیم که بسیار از جانب هیئت حکمان و خود تماشابینان خوش پذیرفته شد. البته این از همه بهای بلند برای ما این بود. اگر در رفت آزمون اگر نقل کنیم بسیار آزمون جدی بود. اون هنرنمایی‌هایی که کردن دیگر دولت‌ها، هنرمندان دیگر دولت‌ها هم در یک خانی، هم در جورآوازخوانی، هم در انسامبل، هم نوازنده‌ها، هم سراینده‌ها بسیار بهترین ها رو به اینجا جای داده بودند. خودی تا این آزمون شدن در جمهوری ازبکستان برای این آزمون بین المللی در شهر و نواحی خود آزمون داخلی اعلام کردند و بهترین ها را 15 دسته های هنری هم انسامبل، هم یکسرا، هم جورآوازخوان ها، هم نوازنده ها را به این آزمون جای دادند. و یک مدت ما کمتر دلشکسته هم شدیم زیرا که بسیار رقابت سخت بود. بسیار هنرمندان ورزیده و معمول و مشهور هنرنمایی کردند، حرفه‌ای هنرمندان بودند دیگر از دولت‌های دیگر نیست. و فکر کردیم که اقلا ما همون موسیقی سنتی نیاگان خود را نزد هیئت حکمان و نزد تماشابینان نشان داده توانیم که باعث خرسندی و خوشحالی ما گردد. و نتیجه چنین شد که سزاوار جای یکم گشتیم و همراهی ما میدونید اونجا 2 نفر جای یکم شدن، 2 نفر جای دوم، 2 نفر جای سوم. همراهی ما انسامبل 6 مقام یونس رجبی شهری تاشکند نوازنده ها سزاوار جای یکم گشتند با نوازش بله. و در اجرای یکه سزاوار جای یکم ما گشتیم. البته اینجا زحمت است. ما پیش از به این آزمون رفتن البته تیاری خوب دیده بودیم با همراهی نوازنده های چیره نسل جمهوری ما
راهبری انسامبل مطربان انسامبل دعوتی شش مقام سراجدین جولایف، دکتر نوازی ماهیر، مراد جان قاسموف، ژک نوازی ماهیر، آموزگاری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام استاد مجید ترسوزاده، معروف جان اوزاقوف دایره نواز، هم آموزگاری کنسرواتوری ملی تاجیکستان. بسیار ما یک عزم قوی داشتیم که در این فستیوال آزمونی بین‌المللی اشتراک کنیم. البته پیش از همه برای ما از همه مهم اشتراک بود، یعنی که میراث گرانبهای ملت تاجیک رو نزد اون هنرمندان دیگر دولت ها پیش بینی کردن، پیشبری کردن، نشان دادن بود. و البته میدونید این آزمون از صحنه همه وقت صحنه برای هنرمند من فکر میکنم جای مقدس است. ما کوشش تلاش کردیم که از نام تاجیکستان ما ملت خود را بیرون از تاجیکستان معرفی کرده ایستادیم. باید ما حتما با یک دستاورد خوبی باید برگردیم و چون این هم شد سزاوار جای یکم شدیم. من از این فرصت استفاده میکنم و تمام مردم عزیزم را با این غالبیت مبارکباد میگویم. در کشورهای آذربایجان، ایران مثلا این چند مدت است که در ازبکستان هم مقام میگویند، درست؟ در ما 6 مقام میگویند. اینها اصلا یک چیز هستند یا از همدیگر یگان فرقیتی هم دارند؟ در ما و در ازبکستان نیز یک همون 6 مقام است. همون 6 مقام استادان بخارا است که امروز در ازبکستان نیز بسیار استادان زبردست مثلا پیروان و پیشروان و مخلصان و اخلاصمندان این ژانر را رشد داده ایستادند. و در آذربایجان گیریم اونها مقام های خود را دارند. من این موسیقی سنتی اونها هست مقام. در ایران 7 دستگاه میگویند، اونها موسیقی سنتی هاشون است. در خود خیتای در خلقیت اویغورها نیست 6 مقام، اونها 12 مقام میگویند. بسیار انسامبل یک مکمل کامل دارند، زیاده از 40 نفر سراینده و نوازنده و با تمام اینها اسباب‌های موسیقی سرود میخوانند، نوازش میکنند. بسیار یک جاذبیت خوبی دارد. و در هندوستان نیز رگ دارند. این هم موسیقی سنتی خاصی همون مردم هندو است که بسیار شاید در گذشته این با هم مثلا بسیار چی بودن، مثلا چی بگم با هم سر و کار داشتن. امروز اگر بینید مثلا نام های 6 مقامی که امروز ما استفاده میکنیم در مقام های آذری و ایران اون نامگاه ها استفاده کرده میشه. مثلا چارگاه محیری چارگاه، نمودی راست، پنجگاه، اصفهان، بوسلیک، این چیزها استفاده کرده میشه. در موسیقی سنتی آنها نامگذاری کرده شده است. و البته در چنین فستیوال آزمون‌ها اشتراک کردن برای هر یک هنرمند یک الهامی تازه میبخشد. از آنها یک چیز برای خود می‌آموزید. شاید دیگرها از ما نیز برای خود یک کشفیاتی میکنند. شما میگویید که من انتظار نداشتم که مثلا جای اول میگیرم و تنها برای اشتراک و معرفی بیشتر هدف ما بود، درست؟ اما شما تجربه های هم دارید در مورد نمایش مخصوصا 6 مقام در حدود ازبکستان، در قلمروی ازبکستان، چون شما اشتراک داری ترانه های شرق که همه سال در سمرقند میگذرد، در اونجا با فکرم اشتراک کرده هستید، تجربه دارید و در چندین فستیوال آزمون های اونها اشتراک داشتید. و اصلا گیریم ببینید شما حالا گفتید که 6 مقام ما با 6 مقام یا 6 مقامی که اونها هم میگن هر دو یک چیز است، یعنی مشترک است برای ما و ازبکستان. هرچند در آذربایجان اینا یک فرقیت ها مشاهده میشد اما ما یکیم، درست؟ اما بگویید که وقتی که موسیقی همون موسیقی است و متن عوض میشود برای ترانه چی تاثیر رسانده میتواند؟ این وابسته به نمون اجرا و هنرنمایی هر یک به فکرم چی بگم دانش و ملکه نمون هنرمند به فکرم وابستگی دارد. اگر به طوری باید و شاید شنونده را تسخیر کرده تواند، چرا نه مثلا امروز مثلا با یک چند سرودها بعضا میشود همچنان که غزل را عوض میکنید، لیکن یک چند سرودهای هستند که اون رو متنش رو عوض کردن مثلا غیر ممکن است که ما خطا نمیکنیم. به مانند مثلا شوقی سمرقند که بیا که زلفی که جو چشمی سرمسا و اینجاست، یک مدت چنین هم پیشنهادم شده بود که متنش رو عوض کنیم، لیکن تا اون با دل مردم نشستنش برای این وقت لازم است. امروز شوقی سمرقند رو با این متن بسیار مردم خوش میپذیرد، خوش میکند. در این سوال شما نیست همچنین هست. مثلا هنرمندان ورزیده بسیار استادان صاحب مکتب در ازبکستان زیاد هستند، به مانند استاد راهبری انسامبل 6 مقام یونس رجبی، استاد عبدالهاشم اسماعیلوف، ژک نوازی ماهر، عبدالاحد عبدالرشیدوف، نای نوازی مشهور،
عبدالرحمن خالتاجیوف قانون نوازی مشهور که بسیار همین مکتب بزرگی ششمخان را از استادان گذشته بسیار خوب آموختند. امروز شاگردان زیادی را تربیت کرده استادند. وقتی که آزمون است، وقتی که صحنه است، خواهید نخواهید شما را یک هیجان، یک ترس، یک وهم شما را فرا میگیرد، چون صحنه جای مقدس است. بعضا روح افتاده هم میشوید، چون مثلا اشتراکچی‌های زیاد رو میبینید، اینقدر هنرمندان، اینقدر استادان بزرگ رو میبینید، کمتر در دلتون دودلگی احساس میشود که من اقلا باید همین موسیقی سنتی نیاگان خودمون رو که در گذشته استادانمون مثالی فضل‌الدین شهاب، شاهنظر صاحب، ابو قل فیض الله و احمد بلوخول، توفیق فاضل و برنامه ساق و نیری امین و محمد نیاز و خواجه عبدالعزیز رسول و صادق حافظ، معروف خواجه بهادر و دیگران بیرون از تاجیکستان بسیار مشهور کردند. تا امروز از اینها پرسان میشوند، ایجادیات های این استادان را آنها زمزمه میکنند. این البته برای ما افتخار است. در برابر این در چنین فستیوال آزمون‌ها برآمد کردن یک افتخار بزرگ هم هست، ولی باز مسئولیت بلند رو طلب میکنه. اونجا طرز اجرای شما سزاواری بهاگذاری شد، یا درست به آهنگ فرآمدن صدای شما، یا اوج‌های بلند شما، یا من نمیدونم اونجا چی رو اساساً به نوبت گرفتن به فکر شما؟ تشکر. اونجا هیئت حکمان اولا که اگر خطا نکنم از 7 یا 8 دولت‌های دنیا بودن. اونجا تنها از ازبکستان نبودن، همگی یک نفر از ازبکستان هیئت جوری اعضا بودن، یک نفر از جمهوری تاجیکستان استاد عبدالولی عبدالرشید هنرمند مردم جمهوری تاجیکستان و باقی مانده ها از آذربایجان، از انگلیس، از ترکیه، از هندوستان، از خیتای و فکرم اعضای حکمان بودن. بهاگذاری مثلا از همین برآمد شما به صحنه، به طرز آدابی صحنه رو رعایت کردن، طرز پوشیدن سر لباس ملی، مثلا نسبت موسیقی سنتی نیاگان، خیلی همه این با هم توأم است. بعد با هم انسامبل هم‌آواز شدن و البته اجرای سرود مندومه که ما در نمینه اجرای یکبه هنرنمایی کردیم، بیشتر توجه به سراییدن سرود داده شد. و لیکن یکی از برتریت ها من فکر میکنم در ما چنین هم گفته بودن طلبات همچنین که اون نفرهایی که مثلا در برابری از بسته‌کاران سنتی تا استادان مثلا هنرنمایی کردن، سرود اجرا کردن، باید باز از همون سلسله اثرهای نو، ایجادیات نو اگر منظوری هیئت حکمان کنند، باز برتریش اینه که باز بیشتر، یعنی موسیقی پر نو باشد، موسیقی اما در پرده ششمخان. خیلی ما تکیه کردیم به همون سلسله صوتی اشاقی که گفتم، تکیه به پرده مقام راست بود. در پرده مقام راست صوتی اشاق ایجاد شده است، کار کرده شده است، یعنی که ما از پیش خود یگان کار نکردیم. اینجا بینید و اگر گیریم اگر آن تور که شیرازی به دست آرد دلی ما را، ساختار این سرخطی نصر اشاق است از مقام راست. عادتا همین صوت ها از نصر ایجاد کرده می شدن. در گذشته استادان ما چنین سرودها می آفریدند که ما تکیه به همین ساختار کردیم، یعنی که از نصر اشاق مقام راست تکیه کردیم. ساختار آهنگش سرخط می آخد دو نصره و این تازه بود، یعنی که هم برای اونها. بله، این چیزی یک نویگری بود برای آنها. و هم اوج‌هایی که ما اینجا موندیم بسیار اوج‌های بلند. خیلی میدونید برای هر یک هنرمند سراینده وابسته به اقتدار آواز خود و اوج‌ها را انتخاب می‌کند. ما اینجا موندیم در ساختار آهنگش درآمد اشاق، خود اشاق، نغمه اشاق، یعنی که اوج اشاق با نام اوج اشاق بعداً فراورد کردیم که بسیار یک چی بگم قابل توجه بود این چیزا. سرخطی فروغ صوتی اشاق. ببینید که مثلا بدون متن هم یک جاذبه دارد که انسان رو مثلا به عمق این یا آن خاطره این یا آن مثلا دنیا حتما
مثلا جذب میکند ببینید. و شما من میدونم که هر کس به عالم موسیقی یا به عالم صنعت مثلا از روی نخست از روی هوس پیروی یک مثلا حال و هوای جوانی مثلا وارد می شود. شما کی درک کردید که شش مقام تنها آهنگ نیست، شش مقام تنها سرودن نیست، بلکه عشق است و بلکه توسط موسیقی حتی میتوان دنیا رو معرفت کرد، حتی پروردگار رو معرفت کرد. یعنی به این نزاکت های شش مقام کی پای بردید؟ میدونید آدمیزاد روز از روز وقتی که دانش خود را مکمل میکند، بیشتر مطالعه میکند، بیشتر وابسته به کسب خود مثلا جستجو میکند، هر روز، هر ساعت، هر لحظه، هر ثانیه برای خود نوآوری کشف کرده میتواند. من آوانی کودکی مثلا در محیط خانوادگی از پدرم بسیار سرود و آهنگ‌ها را آموختم، سرود و آهنگ‌های خلقی و لیریکی. بله. بعدا در انسامبل نورسان شش مقام آنانی به نام استاد بای محمد نیازوف که در کانی بودم تشکیل شده بود، اونجا وارد شدیم. در همونجا من از استاد اولین بار سرودهای شش مقام رو یاد گرفتم، نازوکای شش مقام رو. بعدا اومدیم در فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند در خودی دستی استاد زنده یاد بای محمد نیازوف تحصیل کردم. از استاد جلبیک مرادوف، جلبیک نبیوف بسیار نازوکای این ژانر موسیقی رو از خود کردم. با این چیز خود رو بخشیدن، یعنی که چی میگوید چقدر بیان کنم، من حیات و زندگی من در آینده توسط شش مقام شد، گویم خطا نمیکنم. شش مقام این یک بحر بیکنار است. من فکر میکنم در همه ساحه نازکی های مشکلی های خود رو دارد، لیکن ساحه موسیقی سنتی در حقیقت بسیار نوآوری ها کردن ممکن است، تنها در آن وقت که شما تجربه خوب داشته باشید. در شش مقام پرابلم ها مثلا این روزها اگر پرابلم رو گپ زنیم بسیار پرابلم ها هستن. مثلا در پرده های شش مقام ما میگوییم دوگاه، سهگاه، چهارگاه ایرا مثلا، یا اینکه نمودی چهارگاه مهیر اوجی مثلا زیباپری. بعضا نفران این چیز رو نمیفهمند، لیکن زیر این نواها، زیر این نام ها بسیار جاذبه های نهفته است که اون رو بیدار کرد برای شنونده باید رسانید که از این چیز باید با خبر باشد. شما در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام تلفظ ستارف استاد هم هستید و برای تربیت شاگردان مخصوصا در ژانر کلاسیکی درس میگذارید. چند پیش یک پیام خوش هم رسید که کنسرواتوری ملی تاجیکستان یک جا با دانشکده تصویر و دیزاین مخصوص شروع شدند و شروعی که صنعت شناس آماده میکند. اکنون شما که خودتون صاحب یک کتاب هستید و شاید از جوانترین سراینده های ما هستید که عزم و جزم کردید و یک دسته از ترانه هاتون نوتا بندی کرده، یعنی ادوار گرفته کتاب کرده، درست؟ و این اقدام بسیار خوب است، در حالی که اکثر سرایندگان حرفه‌ای ما 50-60 ساله شدن اما گلچین ترانه هاشون مثلا ادوار نشده است، در حالی که ادوار برای آموزش و برای آنهایی که موسیقی را می‌آموزند، علم موسیقی را می‌آموزند چقدر مهم است. و برای ترانه‌ای که ادوار است و با متن مثلا مطابق شده است و در یک جا چاپ شده است، ثبت شده است، برای مکتب‌های موسیقی چقدر ضرورت است. ببینید ما بسیار ضرورت داریم. من می‌خواهم اندیشه شما را در مورد علم موسیقی شناسی ما بپرسم که همچون متخصص، همچون استاد دانشگاه که همه روزه نبض شما موسیقی سنتی ما را در دست دارید، برای دانشجویان ما، برای اونهایی که می‌خواهند که اصلا بفهمند که شش مقام چی است، به چه چیزها نیاز دارد علم موسیقی شناسی ما. خب امروز اگر گیریم از کنسرواتوری ملی تاجیکستان به دانشجویان سبق داده می شود درس ادواری موسیقی، یعنی که به نوته‌گیری. اون سرودهایی که مثلا در درس اختصاص از استادان می آموزند اون رو مثلا آموزگار مخصوص وابسته شده است به ادوار گرفتن، چخیل به ادوار گرفتن، اندازه اون سرود، مثلا اون علامت های اشاراتی که در خود نوتگاه گذاشته می شود توسط این نازوکی ها حرف می زند. علاقه دانشجویان ما با خبر هستند به نوتگیری. مثلا شوقمندان نیز البته همه شده نمیتوانند، لیکن از بین آنها مثلا یک دو نفر هم که شود در آینده مثلا باز هم یک کادر دیگر در این ساحه ما پیدا کرده میتوانیم.
در این موسیقی شناسی البته اون کمبودیایی که جای دارند البته بیشتر و خوبتر از من دیده. خود موسیقی شناسان، تاریخ شناسان این رو خوبتر میدونند. من تنها همین رو گفتنی هستم که در برابری سرود اجرا کردن، سرود ایجاد کردن باید ما مخصوصا جوانان امروزه باید با سر و کار بگیریم با مقاله های علمی. من مثلا کارکرد و نوآوری هایی که استادان گذشته و امروزه کرده ایستادن باید یک موضوع های خوب رو انتخاب کرده، مثلا در رساله های ختم نمیدونم در کنفرانس های علمی مثلا برآمد کنیم. بیرون از تاجیکستان نیز مثلا همه ساله شده می‌ایستد در دیگر دولت ها باید خوب و گوارا به طور باید و شاید با مقاله های دلرس و نظررس برآمد کرده باز هم نفوذ و اعتبار ملتمون را بالا برداریم. آخرین برنامه کنسرتی که شما پیشنهادی شنوندگان مخلصانتان کرده بودید سال 2021 بود، درست؟ از بین اینک 3 سال میگذرد و سال 2024 هم نیم شد. چی نقشه دارید بعد از این جایزه هایی که گرفتید، بعد از این برای کامیابی هایی که در خارج کشور نصیبتان گردید؟ آیا بار دیگر پیش صحنه کلان آمده، بار دیگر نزد مخلصانتان دادن کنسرتی نوبتی را آیا دارید یا در این سمت نقشه‌تان چگونه است؟ من پیوسته دائما در فکر آن هستم که در تمام قلمرو جمهوری ما، در تمام شهر و ناحیه‌ها کوشش میکنم کنسرت های یکی خود رو برپا کنم. البته بعضا وقت امکانیت نمیدهد، بعضا میشود که میدونید حاضر چنین شده است مثلا اینقدر نوازنده ها رو بردن، اینقدر با اسباب های موسیقی مثلا اسباب های تکنیک هایی که تامین کردن، بعضی طلبه های ما به این چیز جوابگو نیست. بعضا مثلا وقت نمیشود، امکانیت نمیشود برای هر یک موسیقی مثلا بلنگو یک رو آماده کردن. البته این چیزها وقت رو طلب میکنند و در آینده حتما ما نیت داریم که کنسرت های یکی خود رو نه بلکه یک امروز مثلا در کنسرواتوار یک چند شاگردان داریم که باعث افتخار هستند، در مثلا فستیوال آزمون‌های بین‌المللی اشتراک کرده، سزاوار جای‌های نمایان شده ایستادند. در خود آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز ما یک چند شاگردان همه ساله مثلا جای‌های نمایان رو اشغال می‌کنند. در این کنسرت‌ها ما نیت داریم که با شاگردان یک جای کنسرت‌های زنده رو موضوع تماشابین کنیم. آهسته مثلا بیرون از تاجیکستان نیز نقشه داریم که کنسرت های خود رو برپا کنیم. سال گذشته در یاد دارم من در شهر سمرقند و در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان 2 کنسرت یکی خود رو برگزار کردیم. البته همراه نوازنده های چیرک است. کنسرت زنده به استفاده فناگرام بود. البته قدم های نخستین هستیم در این جاده ما. می‌دانید تا تماشابین را به خود جلب کردن بیرون وقتی که بیرون از دولتتان سفر میکنید البته بعضی کمبودی ها میشود، بعضی نارسایی ها میشود و همه این تحمل کردن با صبر بودن. نقشه ها عموما زیاد هستند، آرزوها زیاد هستند. در سال گذشته ما با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان از جانب سرور دولت قدردانی شدیم. این برای من بسیار افتخاری بزرگ است و من در پیش نیت هم وظیفه هم گذاشتم که حتما من باید در یک چند شهر ناحیه و کنسرت یکی خود رو برپا کنم. این در نقشه است. من باز با این بالیبیت باز برگشتیم. حتما من روزهای نزدیک کوشش میکنم که با نوازنده ها هم سبقان در یک جایگی با موافقه یک برنامه خوبی کنسرتی رو آماده میکنیم و توسط این تلویزیون و رادیوها مردم رو آگاهی میکنیم و حتما دعوت میکنیم. زنده باشید. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی روزنامه جمهوریت. از صحبتتان بسیار شاد شدیم. همزمان از نام هیئت کارمندان روزنامه و از نام مردم تاجیکستان بار دیگر با این بسیار هم جایزه تبرک و دیپلمش شما را تبریک میگوییم. بگذار انگشتان خونیاگری شما، انگشتان نوازنده شما درد را نبیند و صداتان خسته مباد. تشکر حضور برای دعوتتان بسیار سپاسگزار هستم. بار دیگر